سلام. اگر می‌خواهید اینترنت یاد بگیرید، اگر با مشکل به اینترنت روبرو هستید، با ما همراه باشید. یوتیوب، تیک تاک، فیسبوک، توییتر و سایر سایت‌های عمومی و نرم افزار مربوط به صدا، ویدیو و تصویر. اگر می‌خواهید از اینترنت درآمد کسب کنید، باید با این نرم افزار آشنا باشید. اگر می‌دانید چگونه این کار را انجام دهید، ما می‌توانیم یک راهنمای آسان و سریع به شما ارائه دهیم. مشکلات خود را از طریق نظریات یا واتساپ با من در میان بگذارید. ما برای شنیدن نظریات شما وقت نمی‌گذاریم. باز هم خوش آمدید. امی ادرس در یک براوزر نوشته کو www.unlocked2021. یک صفحه امی صفحه به طرف راست و پشت سرش به نام get your card را انتخاب کو. پس امی فرم را خانه‌پری کو. این فرم خانه‌پری آسان است. نام اولیتان، نام دوهمیتان و ایمیل ادرسیتان و موبایل نمبرتان و پاسوردش هم باید حروف کوچک و بزرگ و حسابش و سلش و دیگه چیز هم اضافه کنی. به مثال دیجا که دیده میشه امی رقم پاسورد باید بتش. پس نیکس ستاپ را کلیک کن و سیو هم کلیک کن. ایمیل هم آمده، ایمیل هم کنفرم کو. پس امی فرم هم خانه‌پری کو. این فرم خانه‌پری هم آسان است. اولین کشورتان را انتخاب کو. ده همه کشورها جور میشه، مشکل نداره. ادرس خانه اولتان و ادرس خانه دوهمتان و ولایت. آن ولایت نوشته کو در کدام ولایت که شما زندگی میکنی. پس در طرف راست هم امی ولایت را پیدا کو، کدام ولایت که تو انتخاب کردی یا نوشته کردی. و زیپ کود را هم نوشته کو. زیپ کود پیدا کردنش آسان است. از طریق گوگل سرچ ولایت و زیپ کود را نوشته کو. پیدا کردنش آسان است. پس کانتینیو را کلیک کو. این ادرس ما است. پس گو تو مای داشبورد را کلیک کو. الان اکانت ما جور شد، لیکن ویریفای کردنش مانده. ویریفای کردنش با پاسپورت آسان است و در اینجا هم پاسپورت و آیدی کارت و دیگه چیزها، درایور لیسنس هم است. لیکن در افغانستان درایور لیسنس و آیدی کارت حالی بایومتریک نشده و بایومتریک شده به سطح نړیوال قبول نشده. بسانی میتونی که از طریق پاسپورت ویریفای کنی. تا 2400 ویریفای میشه. صرف تصویرهای پاسپورت را ارسال کنی، پس ویریفای میشه. اگر می‌خواهید راه ما را برای کسب اطلاعات بیشتر پیدا کنید، بنابراین در کانال ما مشترک شوید.